درود فراوان خدمت دوستان عزیزم همراهان گرامیم. خب بچه تو این ویدیو کوتاه میخوام قسمت‌های مختلف هشبرد واتس ماینر رو بهتون معرفی بکنم. بریم ببینیم اینجا چی داریم. بچه قسمت اول ورودی دیتا ما هستش و اینجا یه خوری که بیایم جلوتر میرسیم به آیسی ای تو پروم. بچه وظیفه این آیسی چیه، قطعات دیگه چیه، اینا رو تو ویدیوهای دیگه بهتون توضیح میدم. فقط تو این ویدیو میخوام قسمت‌های مختلف هشبرد رو بهتون معرفی بکنم. اینجا ورودی دیتا مونه، مدار ای تو پرومونه، مدار بوسترمونه، اینجا هم که خب دو تا شین برق ورودیه و در ادامه یک سری مدار تکرار شونده رو داریم. برای هر لاین یک در واقع رگولاتور داریم، مدار تغذیه داریم، کلا 4 تا کریستال داریم تو کل در واقع بورد پی سی بی مون که کلا هشبرد رو به 4 تا مین دامین مختلف تقسیم میکنه و همین خیلی ساده هیت سینکاشو جا پیچاشو دیگه به این صورت. حالا تو ویدیو بعدی قشنگ بهتون توضیح میدم که هر کدوم از این قسمت ها وظیفه‌شون چیه، خرابی‌های رایجشون چیه و از همه مهمتر این که چیپ خراب رو هشبرد چجوری پیدا بکنیم. پس با ما همراه باشید.